حاجی طلبان و حاجی زیارت و حاجی آشی و یا دعوت حاجی به خانه و ضیافت دادن آن با زیادتر شدن تعداد زائرین تاجیک این گونه معرکه‌ها در تاجیکستان هم بیشتر و بیشتر شده است. اگرچه بر اساس قانون حاجی زیارت و ضیافت‌های باشکوه منع است. سبب چی است؟ احترام زیادی مردم به حاجیان یا بهانه برای نشستن و خوردن و صحبت کردن؟ پایانداز و گلفشانی و ذبح گاو و گوسفند و زیر پای حاجی چی معنی دارد؟ سلام بیننده گرامی، این است موضوع برنامه گپ آزاد و مهمانان ما منصور نیازی، نماینده کمیته دین و تنظیم عنعنه و جشن و مراسم تاجیکستان از دوشنبه و ابوالقاسم قاسمیان ختم کرده دانشگاه الاحزر از قاهره هستند. خوش آمدید به برنامه ما و جناب منصور نیازی، از شما شروع میکنیم. طبق قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم تشکیل معرکه حاجی زیارت و مثل آن قطعا منع است، ولی میبینیم همچنان ادامه دارد. چرا؟ علت این چی است؟ مرحمت. بله، واقعا هم درست قید کردید. از نگاه طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان که هنوز 8 یونیو سال 2007 با قبول گردیده بود، طبق طلبات ماده 12 قانون مذکور معرکه های حاجی زیارت، حاجی آشی، حاجی طلبان قطعا معنی است. یعنی این با نظر داشت اون همچنین یک ماده قبول شد هنگام تهیه قانون مذکور که سالیان قبل از این قبول قانون مذکور، یعنی که قبل از سال 2007 نسل کونسول با خاطر داریم که در حقیقت هنگام گسیل و پیشواز حاجیان بسیار معرکه های پردبدبه آراسته می شد، هم در دهات هم در شهرها. بسیار خودنمایی ها، زیاده روی ها هنگام بخصوص هنگام پیشواز حاجیان در شهر نایه ها با خود می پیوست که هنگام مشورت با خادمان دین همین جنبه طبق طلبات قانون مذکور به نظام درآورده شد و قطعا منع کرده شد. یعنی این از نگاه اگر که ببینیم، از نگاه مردم شناسی که از نگاه خود دین اگر که نظر کنیم، این یک خودنمایی، یک زیاده روی، اسرافکاری بود و خلاص. حالا که شهروند وقتی به خاطر که به ادای حج عمره یا که حج فرض می رود تنها یک عبادت دینی خود را ادا میکند و یگان شرط هم نیست، در یگان سرچشمه دینی هم خیلی آمده یا تاکید نشده بود که حتما باید به هنگام رفتن و هنگام برگشتن تا اندازه به همین دادن معرکه ها یا که آرستن ضیافت و کشتن چارواها که حتی تقریبا 1 یا 2 چاروا قبلا کشته ذبح میشد در هنگام رفتن و هنگام برگشتن حاجات، که همین چیزا خوشبختانه قانون مذکور ما با اطمینان کامل گفته میتونیم که تا اندازه همین پیشرو، همین خودنمایی، زیاده روی و اسرافکاری را در این سمت گرفت. البته ولی ببینید تا جایی که ما اطلاع داریم پیشرو اینا حتی تا اندازه هم گرفته نشده است و خیلی زیاد به ما اطلاعات ها میرسد که برعکس بیشتر شده است. این چرا نشان میدهد؟ یعنی توان کمیته دین نمیرسد یا دیگر از مقامات نمیرسد؟ علت چی است؟ نه شاید شما یگان معلومات هایی که غیر صحیح دسترس کرده باشید در این مسئله. البته ما با نظر داشتیم که سالان اخیر از جانب عربستان سعودی شرایط رفت و آمد به سفر عمره خیلی ساده و آسان کرده شد و طلبات از جانب شهروندان هم زیاد شد و شهروندان خیلی زیادتر نسبت سالهای قبلی به سفر عمره میروند میبیان. شاید تا اندازه نسبت سالان قبلی که من در نظر دارم 2-3 سال اخیر، شاید تا اندازه همین تعداد خودی عمره روندگان افزایش یافته باشد و با نظر داشت هم تا اندازه قانونشکنی در این سمت هم نسبت سالیان قبل بیشتر شده باشه. اما در مجموع هنگامی که مقام وکالتداران کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم این سمت رو تحلیل میکنه، البته در مجموع ما گفته نمیتونیم که خیلی افزایش یافته باشد و کمیته دین اقتدار یا که امکاناتی پیشگیری این حالت ها را ندارد. در تمام شهر و نایه ها مقامات وکالتدار یعنی کمیسیون دائمی عمل میکنند و در حتی در جماعت ها مسئولین کمیسیون دائمی برای پیشگیری یعنی حالت ها علیه از جانب کمیته دین دستور گرفتن و هنگام هم قبل از سفر و هم هنگام برگشت برای پیشگیری حالت های مذکور همه چاره‌ها رو می‌اندیشند. اما واسطه از این من فکر میکنم که بیشتر از ندانیدن، نفهمیدن ماهیت انمون سفری عمره بعض شهروندان و یا اینکه از انمون تعنی معلومات همسایگان، دوستان، خویشاوندان اهل دیار به همین کار دست میزنند و خاموشی. ببینید کار به جای کشیده شده است که به قبل یک همکاری شما یعنی از کمیته دین حالت‌هایی هست که ساکنان برای تشکیل مراسم ختنه سور
از مقامات اجازت میپرسند، اما در اصل حاجی هاشی یا حاجی طلبان برگزار میکنند. واقعا چنین است؟ ما همچنین حالت رو در تحلیل ها نانون بقید نگرفته. من این حالت شاید نمیدونم، شاید اگر حالت هایی باشد که هنوز به معلوماتش به مقامات وکادار نرسیده است. این حالت رو ما تا هنوز یعنی دوام سال 2023 جمع شد، اون حالت با چنین معنی یا که با چنین پوشیدن اما معرکه حاجی زیارت حاجی هاشی ندیدیم که با گرفتن توصیه نامه همچنین و تمام شهروندانی که به حج و عمره یا که حج فرض میروند در میان جمعه چی معلوم هستند. حتی اگر که برای با گفت شما اگر که یگان حجت توصیه نامه که با دیگه نمیگیرد، میان مردم اگر که میدونن که او سفر حج رفت اومده، البته مسئولین بخش دین هم در شهر نو میدونن که کی رفت کی اومد و به همین خاطر برای او همچین توصیه نامه نمیدهند. تشکر زیاد. محترم قاسمیان، نظر شما به این سوال چی است؟ شما چی نظر دارید؟ انگیزه اصلی از چی منشأ میگیرد؟ مرحبا. سلام بر شما و سلام بر مهمانتان برادر نیازی. من این عادت در تمام دولت ها هست. تمام دولت هایی که مسلمان ها هستند حج میرن و بیان هست، همین عادت را میکنند، یعنی خراجات میکنند، دوستانشون رو فریاد میکنند، تبرکاً می آیند به زیارت، دعوت میکنند به خانهشون. این خیلی بوده است. من چند نفر از دوستان پرسیدم، از اجنبی ها گفتن هست، در ما هم هست. این باید باشد در همه دولت، حتی در خود تاجیکستان هم، لیکن محدود باید باشد، نه به آن حدی که به اسراف، یعنی این اسراف نامیده نمیشود. یعنی حاجی میرود حج، می آید، میخواهد که در این ماه خیر، ماه رمضان، باید خیر کند. این ماه سراپا همه خیر است. خیر کردنش هم اسراف نامیدن غلط است، چون اون برادر گفتن اسراف است. ما نباید اسراف بگوییم. از همین جهت ببینید، شما در قاهره یعنی در پایتخت مصر زندگی میکنید. آیا برای حاجی‌ها در آنجا پس از بازگشت همچنین معرکه های میارن؟ این عادت اصلا در قشلاق جایها بسیارتر فعال بوده است. من پرسیدم، در خود قاهره کم است. می آیم، نه به آن حدی که حاجی زیارت و ضیافت برای حاجی مهمانی فریاد میکنند به خانهشون. یعنی خیلی و یا کم است. در قاهره گفتن که میدهند هدیه مانند تسبیح، جای نماز، قرآن، این خیلی چیزها. لیکن خرافات هست در همه جا. خرافات با قوه برده نمیشد. خرافات از طرف مردمان جاهل بسیارتر ایجاد کرده می شود. این خرافات را فقط تنها با راه دعوت علما می توانند حل کنند. ببینید، در کشورهای عربی عنوان حاجی گفته به کسی مراجعه میکنن که کلانسال است، به پیرانسالان و یا از خود بزرگتر، و هیچ عنوانی به قول افتخاری نیست. شما که در مصر هستید میتوانید در این باره بیشتر بگویید؟ حاج در اینجا هم حاج میگویند. این لقب بوده است در همینجا. در تاجیکستان هم هست، در ازبکستان هم هست، حتی در افغانستان هم بوده است. این حاجی بودن یک لقبی یعنی موقتی هست در بعضی جایها. در بعضی جایها وقتی که حاجی ها صفشون زیاد شد، دیگر آن عرف و عادت ها کم می شود. از همین جهت مبارزه بردن در کار تنها با خرافات هایی که زیادتی است بیرون از دایره شریعت است. معمولا زیارت کعبه یک فریضه
عادی دینی است، ولی چرا حاجی شدن یا حاجی بودن در تاجیکستان با یک عنوان، رتبه یا مرتبه تبدیل یافته است؟ محترم منصور نیازی، نظر شما چه است؟ من در ادامه سخنان برادرم را قید کنم، این کس ایراد گرفتن که اسرافکاری نیست و این خیر است. البته بعضا انا خیلی رسیده به مقامات ما، مقامات کمیته دین تنظیم عناوجات مراسم شکایت ها میبرد که گویا قبول یک چنین قانون، یعنی قانون تنظیم به اصطلاح قانون تنظیم، گویا پیش راه خیر و سخاوت رو گرفته باشد. اگر خیلی خوبتر و کچخورتر اگر نظر کنیم، راه‌های خیر و سخاوت، راه‌های صدقه خیلی زیاد است. تنها ما با دادن طعام یا که با ارسطن دسترخوان محدود نباید کنیم راه‌های دادن صدقه و خیرات رو. من اسراف به اون خاطر گفتم که شاید در هم محله که یک حاجی از مراسم حج برمیگردد و یک دسترخوان پرناز و نعمت میآورد، شاید در هم محله یا در دهه یک نفری که در حقیقت خانواده و احتیاج به یک خوراک داشته باشد، شاید باشد. این خوب بهتر و خوبتر آیا نیست که اون محصولاتی با جای اون خراجات های شاید 5-10 هزار تا 15 تا 20 هزار سومونی خراجات یک دسترخوان پردوده ارسطن به مقدار دارایی خود، به مقدار امکانات خود بگذار باشد، به مقدار 100 سومون یا 500 سومون محصولات خوراک برده به یک شخص احتیاجمند، دیدیم که هم بهترین صدقه، بهترین خیر می شود از نگاه دینی. و از گذشته از این، اگر از نگاه جامعه شناسی، انسان شناسی بینیم، مهر و محبت را در نام جامعه خیلی خوب، خیلی پایدار هم میکند که این بهتر و خوبتر به نظر میرسد. و گرفتن چنانه که مهمون محترم هم گفتن، گرفتن پیش روی خرافات به همین وسیله شاید آسان‌تر و خوبتر میشد. و در ادامه وابسته به سخنهای شما ببخشید سوال شما رو باید تکرار کنید. ببینید محترم منصور نیازی، ما یک گفته را میشنویم که از بس که حکومت مراسم زیادی را برای مردم منع کرد و مردم برای معاشرت و صحبت و محفل آرایی هر راه می جویند و حاج زیارت هم یکی از این راه هاست. نظر شما را در این باره میخوایم بدونیم، این چی است؟ ما قبل از برنامه همچنین یک قبل از گفتار برنامه همین سخن رفت که همین عادت معمول نبود، خوب هم نیست، قابل قبول هم نیست و هم ادامه همون عبادت دینی هم نیست. اگر شرط هم نیست که ما حتما معرکه آراییم. در ادامه مادام که همین را طلبات قانونگذاری و همچنین طلبات شریعت هم معنی میمونه، ما چخیل گفته میتونیم که قانونگذار جمهوری تاجیکستان آزادی‌های شهروندان رو محدود کرد. این یگان محدودیت نیست، بلکه به نظام درآوردن یا که به ترتیب درآوردن یک سمت حیات اجتماعی شهروندان است و خلاص. ببینید در تمام، اگر به تاریخ نظر کنیم، اگر من یک کمی درباره قبول این قانون که بسیار سال و سالها بعضا در رسانه ها وابسته به قبول قانون، وابسته به محدود کردن حقوق شهروندان و به محدود کردن بعضی عرف و عادت ها بسیار گفته ها زیاد می‌رود. ببینید در تمام، اگر به تاریخ بشر نظر کنیم، اصلاحات همون وقت ضرور میشد و هم وقت در جامعه قبول میشد که یگان سمت حیات اجتماعی زندگی انسان ها از معیار اصلی خود دور میشد. با در نظر داشت همین ببینید معرکه، مراسم هم مراسم دینی و هم معرکه های خرسندی ما قبل از قبول قانون مذکور چقدر از معیار اصلی خود دور شده بودند. قریب شاید اگر خطا نمیکنم اگر بگم که هر سال یک معرکه نو در یک منطقه وابسته به برگزاری توی‌های داماد عروسی باشد یا که با ختم سور باشد یا که با بخش مراسم عزاداری باشد، مراسم نو ایجاد میشه و همین مراسم و معرکه ها به دیگر منطقه‌های جمهوری سرایت میفته و عادت میشه و همین گویا که با باوری‌های دینی مردم همین چیزا همچون یک باوری دینی یا که همچون یک عبادت دینی بعضا قبول میکردن و همین عادت‌ها بیشتر زیاد میره. و البته زیاده روی، البته یک چیز اصلا ممکن ان همین زیاده روی ها از معیار دور شدن، از اصل سنت های هم مردمی هم دینی دور شدن، حتما خطر دارد به انمون ریشه هم ملت هم قوم ها. حتما ببینید حتما زیان داره. اگر دورتر اگر نظر کنیم، من به همین خاطر میگم که قبول یک چنین قانون خیلی سری وقتی بود. یگان محدودیت برای معرکه و مراسم های شهروندان یعنی که باورهای مردم نبود، بلکه به نظام درآوردن و ترتیب درآوردن جشن و معرکه های خود شهروندان بود که با برخواسته گذشته از این برخواسته از خود خواهش درخواسته خود شهروندان زیاده از 20,000 مراجعات شهروندان هنگام تایید قبول قانون مذکور به این نوبت گرفته شد. تشکر. محترم قاسمیان، شما به همین سوال و به نظر محترم منصور نیازی چی گفتنی دارید؟ چی میخواهید بگویید؟ مرحبا.
شخص عبادتگر همیشه میخواهد که کمبودی هایی که دارد برای بخشش گناهش یک نصیحت شنود تا که گناهش بخشیده شود و دیگر نیفزاید. از همین جهت اگر دعوت کنی یا بفهمانی انشالله به خوبی اصلاح می شود. و این تقلید و عادت خیلی که گفتن در بین مردم ریشه دوانده است. اگر گویی که این کار را نکن یا اون کار را نکن میگویم که مردم میخنده یا مردم در حق چی میگویند؟ میگن نمیگویند که قانونا منع است یا شریعتا جایز نیست. ببینید به نظر شما چنین معرکه های به اصطلاح پردبدبه و پرخرج را کدام طبقه جامعه تاجیکستان انجام میدهد؟ شما که شبکه‌های اجتماعی را میبینید میخوانید، نظرتون چی است؟ اینها گروهی منصبدارا هستند یا افرادی هستند که اصلا از شریعت و دین و قانون بیخبر هستند؟ کدامی از اینها؟ بیشتر به گمانم در قشلاق‌ها می شود خودی همون منصبدارایی که یا اونهایی که در شهر زندگی میکنند پروریده شده در قشلاق هستند. اونها هم از همون تقلیدهای قشلاق در ذهنشان هست، ماندگی است، میرن در شهر همون عملی میکنند و در شهر هم بعضی تقلیدهای هست، یعنی ولایت از ولایت فرق دارد، رایون از رایون گاهی فرق میکنه در تقلید توی عروسی، در تقلید پیشوازگیری حاجیان. یعنی فقط ما همون خرافاتش را باید از بین بریم و کدام راهی که باشد، یعنی خرافات یک چیزی بد است، نباید به آن راه داده شود. ببینید ما یک گفته را میشنویم، این سوال را من پیشتر داده بودم و جناب منصور نیازی مفصل پاسخ دادن که از بس که حکومت مراسم زیادی را برای مردم منع کرد و مردم برای معاشرت و صحبت و محفل آرایی هر راههایی را میجویند و حاج زیارت هم از جمله همین هاست. نظر شما را در این باره میخوایم فهمیم، یعنی این چی معنا دارد؟ درست است. مثلا حاجی را وقتی در خانهشون دعوت میکنند این از احترام میدونن، این چیز را از احترام میدونن. بعد با دیگر با هر راه بعضی نفرها هستند که برای خرافات کردن یا زیادروی کردن در مراسم هایشون در خارج جشن میگیرن، خارج از تاجیکستان، یا بعضیشون پیشکی پول آماده میسازن برای جریمه سپاریدن، میدونن که جریمه کرده میشن اما از اون چیز دست نمیکشن. میتوانید مثال مشخص بیارید؟ من همین چیزا فهمیده بودم، من هم از همین چیز از فهمیدم گفتم که یعنی نفری بود است که خیلی میدانست است که یعنی جریمه می شود، پیشکی پول آماده کرده بعد وای کرده است. و حالا بیایید شما رو دعوت میکنم به صحبت ویدیویی همکارانم در دوشنبه که در مسئله حاج طلبان، حاج زیارت با راهگذران سوال دادند و این پاسخ را گرفتن. با هم میبینیم، باز پس میگردیم به برنامه. این خراجات زیاد میشن نسبت خودش، مثال مقصد هر کس برای خودشون میکنن برای خودشون میکنن، مقصد او چیکو کار نکرد و اگه خودشون شما همین چیز مهم است. نه مهم نیست که مثال خطنشون تید بین کسی گدا مقصد خطنشون تید میشه و خاطر که حاجی هاج رفتن و برای خودش میرن، مثلا مقصد برای خودش میکنن. درست نیست. چطور باید کنن؟ باید همین تنظیم خونه برای که وقتا شرایط نیست. این مثال میخل بنده بردین اون دزوره پاس خدا را نگه دارن و فقط همین خداوند بایشه تنظیمای چکدیگاشو نگاه کنن و خیلی دبدبه چیا در کار نیست. خیلی نمایش میتینده، یعنی که ما
مقصد دورنده ایم. با هم خاطر من میخواستم که اگر بسیار دورنده باشن یکم شخص کم بیزا یکم دستنگر اگر یوری رسانم با بهتر میشه. میدونم آدمای پولدار میکنند، آدمای پولدار که دستن. و فکر شما این چی میتید، چی معنی داره؟ چی میدونم باید کنم اختیار در دستی به اختیار کپا خیر برکت بیو خیر میکنه سخاوت. نظر ما همیت که همین کمترک سس کننده خیر که بعضی مثل شرایط نداره، مثل بومیران یا نورانوشون هم میوبان اشکر الحمدلله همین خیلی نمیدونم. Я считаю, с точки зрения религии, это считается грехом, то есть исриф на таджикском. А с точки зрения традиции, я считаю тоже неправильно, потому что, я думаю, лучше всего отметить это в кругу семьи, как-то встретить их. خب صحبت سررایی همکارانم با ساکنان دوشنبه رو تماشا کردیم و محترم منصور نیازی، نظر شما به گفتهای این مردم چی است؟ مرحبا. بله واقعا من روسیانمون دختره که با زبان روسی حتی صحبت کرد خیلی خیلی معجز خیلی خوب هم گفت که این کار قابل قبول نیست. واقعا هم خیلی است. ببینید یک حدیث مشهور که همه ما شما از این حدیث از محتوای حدیث ما با خبر هستیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که انما الاعمال بالنیات، یعنی که هر یک عملی که ما میکنیم به خاطر خیر باشد، خو بعد عبادت حتی عبادت باشد، اگر که به خاطر ریاکاری باشد ما یگان ثواب حاصل نمیکنیم. تنها اون چیزی که در دل ما هست در نیت. اگر که وقتی من تحلیل های مفهوم وکالتدار رو وابسته به همین ساعت بوری دیگر رو درست میکنم، یعنی یک عامل شده نمیتواند تنها که یک قشر جامعه رو ما گناهکار کردن نمیتوانیم که برای مثال شخصانی ثروتمند تنها به قانونشکنی دست میزنه یا شخصانی منصبدار یا که دیگر قشرهای جامعه عامل گوناگون میشود. بعضی شهروندان وقتی که ما تحلیل میکنیم هنگام صحبت میکنیم برای پیشگیری قانونشکنان، بعضی شهروندان هستن که تنها به نام طعنه و معلومات همسایگان خشتباران که ما رو نخنده ما رو میخندند یا که ما رو طعنه میکنن گفته نمیم دست به همین معرکه‌های منشوده میزنن. بعضی شهروندان هستن که تنها به خاطر خودنمایی، یعنی دارایی خود رو نمایش دادن، قدرت هم ثروت خود رو نمایش دادن، همین شهروندان هم متأسفانه یافت میشن که به قانونشکنی دست میدن. و گذشته این بعضی شهروندان هم هنوز یافت میشن متأسفانه که از محتوا یعنی طلبات قانون مذکور در این یا که طلبات دین در این سمت بی‌خبر هستند. همین گونه شهروندان هم متأسفانه یافت میشن که به همین ندانسته از ماهیت همین چیزا به قانونشکنی دست میزنن. تشکر. جناب ابوالقاسمیان، نظر شما به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟ چی نظر دارید؟ خودنمایی ریاکاری در جامعه هست. بعضی حاجیان هم حج میکنن نه از برای خدا ترسی یا مغفرت گناهشون، برای اون حج میروند که از قطار مردم نمونن. نظرتون در مورد اینکه مقامات چند سال آخر ترغیب میکنن که با جای رفتن به حج و خودنمایشدهی بهتر است جایی رو آباد کرد، شما چی نظر دارید به این مسئله؟ نه، آباد کردن این فضل حج دیگر است. حج مکانات خودش را دارد که یگان نمود اون خیر کردن و دیگر چیز اون مکانات را گرفته نمیتواند. شما اگر ببینید یک روز هست، روزی عرفه، همه انسان نیاز داره که در همون روز در خانه خدا در همونجا حج کرده باشد، از رحمت واسطه خدا برخوردار باشد و گناهایش بخشیده شود، دعایش قبول شود. و بسیار جاهای زیارتگاه دارد، زیارت میکند و هم یعنی آیت قرآن در سوره حج هست که خداوند میگوید که و من یعظم شعائر الله من تقوی القلوب، کسانی که شعائر خدا را عظیم میدانند و قدر و قیمتش را بلند میبردارند، این از تقواداری است.
تقوای خلق دل هاست. تشکر محترم منصور نیازی. حالا کار به جایی کشیده شده است که حاجیان پس از بازگشت به وطن از بازار کاروان تسبیح و رومال چینی و جای نماز طاقی میخرند و از خانه خدا گفته تقدیم میکنند به اونهایی که نزدشون میاد. این رفتار رو شما چگونه بها میدید؟ آیا کمیته دین حالت ها را به قید گرفته است؟ البته از نگاه قانونگذاری که وابسته به این سمت است، تا به این سمت تا به این حد محدودیت ها جاری نشده است که ما شهروند رفته حتما از خریدایی که از بازار میکنه دور محدود کرده که من کردن قانونگذاری پیش بینی نکرده است. اما به نظر من، به نظر شخصی من، همین عادت هم همین یک عادت زیادتی است. یعنی ضرورت حتی نداره. ببینید امروزها شاید در تمام خاندان ما همون جای نمازها یا که تسبیح های خیلی زیاد هم جمع شده باشن. بجای همین کارهایی که یگان ضرورتی هم انجام دادنش نیست و یگان چی گویم، یگان مهر و محبت هم یگان هم دادن تسبیح هایی که یگان که ضرورت هم نیست، ببینید یگان مهر و محبت هم زیاد نمیکنه. بجای بهتر و خوبتر از اون نیست که بگذار یک کمبودی زندگی خود رو اجرا کنیم یا که یک نفر احتیاجمند رو دستگیر کنیم. و در ادامه این صحبت شما که گویا ترغیبات مقامات داخلور ترغیبات میکنن که به جای سفر حج کارهای آبادی کنین، ماهیت مسئله میدونه از چی عبارت است. تنها نفرانی که به خاطر حج تکراری به سفر میروند، یا حالا که از نگاه دینی حج با رفتن یک مرتبه از ذمه شخص مسلمان ساقط میشه. رفتن های مرتبه های دوباره و سه باره برای پیشگیری همه حالت ها مقامات داخلور ترغیب میکنن که شما به جای اینکه دو مرتبه دوم که مرتبه سوم به حج میروید، بگذار یک جای آب، یک مقام نوآباد رو آباد کنید یا که یک جایی که احتیاج آب برآوردن است آب برآورید. بهتر و خوبتر از اون است که شما بار دوباره یا که سه باره نمایش کننده به سفر حج برید. ماهیت مسئله این است. یک پیشگیری این راه ها است. تشکر. و مسئله دیگر همین افزایش زیارت حج است و اون هم حج عمره و اکثرا با پیروی و یا تعصب که فلانی رفت من هم باید روم. هرچند خودی اویله کم بیزات است و برای بچه هاش هم به سختی کتاب میخرد. نظر شما جناب قاسمیان چی است؟ شما گفتید حج فرض است. بله، یکی از رکنهای اسلام است، فرض است. تنها این عادت یعنی در تاجیکستان کمیته تنظیم باید که همه طرفه نظارت کنن، مانند بعضی هایی که تقلید از غرب میکنن در توی هایشون، در معرکه هایشون، باید اونها هم پیشگیری کرده شد و اخلاق جامعه را باید به تنظیم در آورد. تنها به حج وای کردن در کار نیست، خطاگی هست، در همه جهت هست و میفهمیم این چیزها رو. مرحمت. واقعا هم اگر که برادر ما از محتوای خود قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم نمایش مراسم باخبر باشند، همین محتوای قانون تنها محدود کردن یا که فراگیر مراسم حج نیست. در قانون مذکور حتی همون از روز تولد کودک، یعنی که مراسم معرکه زادروز، ختنه سور، بعد توی‌های دامادی عروسی و مراسم عزاداری، همین جنبه های حیات شهروندان رو به نظام در و در حقیقت همین فراگیری همین سمت یکی از سمت مهمی حیات شهروندان است. این تنها به چی محدود نمیشه، نه که به برگزاری یا که محدود کردن معرکه‌های حاج زیارت، حاج عاشی محدود نمیشه. ما در حقیقت بسیار چیزای خرافاتی که شاید از غرب به ما وارد شده بودن، شاید از شرق، شاید از دولت بیگانه، خیلی خوشبختانه دوام زیاده از 16 سال عملی قانون مذکور خیلی به نظام هم در آمد. ما سال 2020 یک نظرپرسی از جانب کمیته دین تنظیم جشن مراسم، یک نظرپرسی محدودتر تا اندازه گذرانده شد میان شهروندان. زیاده از 90 اگر خطا نکنم، خاطرم خطا نکنه، زیاده از 96% شهروندان هنگام نظرپرسی جانبدار طلبات این قانون بودند. تشکر. و با تشکر مرحمت. من چندین بار میخواستم با شما یعنی از
کمیته تنظیم پرسان شوم که چرا به آن اتهامات یا درو پراکنی توهین بدین زیاد شده از روزهای اخیر. یعنی این وظیفه تنظیم نیست که یعنی پیش راهی همین نفران را بگیرد، چون که یعنی به ترتیبی نافهمی ناآرامی را در جامعه شاید که به میان بیارد. از یک طرف بعد تحقیق رادیو آزادی معلوم شد که 11,000 ناباوران به دین هستند در تاجیکستان، یعنی دیگر باقی 10 میلیون مسلمانند. آن اقلیت چرا اونقدر در سر ما فشار می آورند و ما را توهین میکنند؟ آنها را کی پشتیبانی میکند؟ از کدام حساب؟ و آیا وظیفه شما نیست که یعنی قانونا همین پیش همین راه ها را بگیرید؟ آیا آنها از خارج دستگیری کرده میشن یا از کجا است؟ مرحمت منصور نیازی، سوال به شما است. مرحمت. من شاید برادر از دایره موضوع یعنی موضوع صحبت ما تا اندازه بیرون شده باشه، اما من تاکید میکنم بار دیگر که به یگان دلیل صحبت کرده سودیان به خاطر که همون گروه هایی که شاید اینا اقلیت در نظر دارن در یگان حالت هم به سر مردم به سر اقلیت زوروری نکردن. این تنها یک زیاده گفتاری یعنی برادر است. اگر که ما با هم از دایره صحبت از دایره آداب فکر بکنیم یگان به اساس است، یعنی یگان حالت نشه. امروز ببینید در تمام مساجدی که در جمهوری تاجیکستان در روش باز است، عبادت یگان مشکلات ندارد. تنها طبق طلبات قانونگذاری رفتن یعنی جوانان، رفتن کودکانی که سن مکتبی هستند محدود کرده شده است. اما آنمون گروه ها و عقیده های بیگانه که خیلی سالیان قبل اگر به خاطر داشته باشیم بسیار در جامعه نفوذ پیدا کردن و تا اندازه با گفته برادران چنانه که به ادامه گفته برادر پراکندگی میان جامعه ما، میان جامعه دینی ما تا اندازه چیکردن به میان آوردن و عاقبت های نقشش رو ما هنوز هم از خاطر نبرآوردیم. تنها به خاطر همین پیشگیری همین حالت ها آماده کردن افکار جامعه به نمو مذهبی که ما هزار ساله ها پیرو مذهب امام ابو حنیفه هستیم و پیروی کردن از این مذهب و قبول نکردن دیگه عقیده هایی که به مذهب ما بیگانه است یا که برای ناآرامی از همه مهمتر از این که برای ناآرامی جامعه ما مقصد اصلی دارن برای پیشگیری همه حالت ها است. بله تشکر. جناب قاسمیان، درست است که از موضوع یک کمی دور رفتیم، ولی منظورتون چی است؟ یعنی توهین به دینداران است؟ چی است منظورتون؟ مشخص‌تر بگویید. بله توهین به دینداران است، توهین به علما، به مقدسات دینی. کی این توهین رو کرده است؟ میتونید مثال بیارید کی دقیقاً کی توهین کرده؟ این در شبکه‌های اجتماعی میبینیم. اگر جواب گردانیدیم ما رو یعنی متطرف مینامند یا متعصب یا یعنی تروریست، یعنی یک نمود اتهام میکنن که میخوان به شخصیت مسلمان تاثیر رسانند و یعنی تحمل پذیر نیستید میگویند. حاضر بیاید این موضوع علاهیده است، شاید در برنامه‌های بعدی این ادامه میدیم و تشکر زیاد. و پیش از آن که برنامه را به پایان بریم میخواستم از هر دوی شما پرسم که مسئله حاج طلبان و حاج زیارت و اسرافکاری های این معرکه را یعنی با چی راهی می شود که برطرف کرد؟ آیا مشخصا چنین راههایی هست یا نه؟ محترم منصور نیازی، شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. بله ما پیش از همه مهمترین یک جزء مهم همین پیشگیری همین حالت ها از بی‌طرفی همه شهروندان وابسته است. یعنی که ما در همه حالت بی‌طرف نباشیم. بی‌طرفی با کدام عملیات با کدام عادت ها ظهور می‌یابد. یعنی که ما وقتی حالت می‌بینیم که یک همسایه ما، یک خیش تبور ما یا که هم محله همدیار ما می‌خواهد همین خیلی قانون شکنی کنه که به همین عمل می‌خواد دست بزند، با هم دایره فهمش خود برای پیشگیری همین عامل یا که همین عمل باید که یک اقدام کنیم. فهمونیم همین شهروند که تو همین عمل تو بعدین هم وابسته نیست یا که به طلبات قانون ضد است یا که عموما که برنامه با دارایی‌های تو و دارایی‌های اجتماعی توی ضربه میکنه. با هر راهی که نباشه ما باید که بی‌طرف نباشیم، فهمونیم شهروندان. گذشته از این من چون قبلا هم گفتم، اما عاملی که گفتیم یعنی بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان و گذشته از این گرفتن پیشروهای خرافات، زیاده روی ها از تمام قشرهای جامعه شروع کرده، از همون
مکتب باشه شروع کرده از جمعیت های یعنی شروع کرده از دهه ها باشه که از جماعت شهرک و دهه ها باشه تا دانشگاه تا دیگه قشر جامعه باید باشه که همین همکاری که همدیگر فهمی در عملی کردن قانون مسئول. تشکر. محترم قاسمیان، نظر شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید به طور مشخص؟ خواهش میکنم. به طور مشخص این است که میتون اگر خاص حاجیان را در نظر داشته باشند، خود حاجی در امور عائله‌اش کلان است، او یعنی راهبر است، اهل خانواده‌اش گپ او را گوش میکند، احترام میکند. میشود آن راه بلدانی که میبرند آنها هم نصیحت کنند از همین زیاده روی ها که تا که به زیاده روی های بسیار رو بیان نکنند. در اهل خانواده‌شان خود طعام کنند، خورند، اینش رو منع نکنند، اینش باید باشد. و کتاب‌های مخصوص برای حاجیان ترتیب دهند، تألیف کنند و تقسیم کنند. هر یک نفری که حاجی که پول میسپارد برای تذکره حج گرفتن، بلیط حج خریدن، اون کتاب در دستشون تقسیم کرده شود که آنها خوانند آداب حج کردن و تمام نازکی‌هایی که یعنی وابسته است در همه باره. همین کتاب ها باید وای کرده شود، چون که تفقهوا قبل ان تحجوا، یعنی این گفتاری از صحابه کرام است که حضرت عمر رضی الله عنه گفتند، یعنی باید شما معلوماتدار شوید، یعنی با فهم باشید پیش از آن که شما حج کنید. باید منزلت حج را هم باید دانند، تنها سرسرکی حج رفته نبیون، باید قیمتش را هم دانند. تشکر. و بینندگان گرامی، به آخر برنامه رسیدیم. در همینجا مهمانان ما منصور نیازی نماینده کمیته دین و ابوالقاسم قاسمیان ختم کرده دانشگاه الاحزار از قاهره بودند. بینندگان گرامی، اگر شما هم نظری درباره این مسئله دارید لطفاً زیر برنامه بنویسید و من مرزا نبی خالقزاد بودم، برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خداحافظ.